کدوم کشور سرزمین کانگوروها نامیده میشه؟ استرالیا، نیوزلند، اندونزی، شیلی. کانگورو نماد کشور استرالیاست و بر روی نشان ملی استرالیا و برخی از اسکناس‌های این کشور تصاویری از کانگوروها نقش بسته. کدوم کشور بزرگترین تولید کننده چای در جهانه؟ چین، هند، سریلانکا، کنیا. چین با تولید حدود 40% از چای جهان جایگاه اول رو در تولید این محصول به خودش اختصاص داده. کدوم کشور بیشترین ذخایر نفت جهان رو داره؟ عربستان، ونزوئلا، کانادا، ایران. ونزوئلا دارای ذخایر نفتی اثبات شده معادل 303 میلیارد بشکه است.